اینها تو را هیچ از عذاب الله دفع نمی کنند و ظالمان دوستداران یکدیگرند و الله دوستدار پرهیزگاران است. این قرآن دلیل های روشنی مردم و هدایت و رحمت است برای اهل یقین. آیا آنانی که صادر کننده بدی ها می شوند می پندارند که در قطار کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند قرارشان می دهیم و آیا زندگی و مرگشان یکسان یعنی یک خیله است؟ چی بد داوری می کنند؟